गए मगर कभी झुके नहीं अपने असूल से। ऐसे ही लोग तारीख में अमर हुआ करते हैं। मिट जाते हैं जिस्म मरे किरदार नहीं मिटते। कुछ लोग मरकर भी सदियों तक जिंदा रहते हैं। जो हक की राह में सर दे दे वो मरते नहीं कभी। तारीख उनके कदमों के निशान संभाल कर रखते हैं। सलाम नमस्कार आदाब अर्ज़ है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है? क्या आपने कभी किसी रहनुमा की आखिरी विदाई में बूढ़ों को बिलखते, माओं को रोते और मासूम बच्चों को अश्कबार और नौजवानों को सीना पीटते हुए देखा है? लोग दुनिया से जाते हैं, जनाजे उठते हैं, वक्त गुजरता है और फिर धीरे धीरे यादें धुंधली पड़ जाती है। लेकिन आज तेहरान की सड़कों पर जो मंजर दिखाई दे रहा है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। यहाँ लोग सिर्फ अलविदा कहने नहीं आए बल्कि अपने रहबर से अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी का इजहार करने आए हैं। कुछ लोग रोते हुए कहते हैं काश हम पहले ही चले जाते। कुछ कहते हैं हम अपने रहबर के रास्ते पर चलेंगे और कुछ की आंखों से बहते आंसू बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं। आइए बिना किसी तबसरे के सीधे आपको दिखाते हैं तेहरान से वो मंजर जिसे देखकर शायद आप भी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाएं। فکر می‌کنی همچین تصویری رو در زندگی تو ببینی؟ می‌مردیم و تابوت آقا رو نمی‌دیدیم. آقا همه چیشو به جو زندگیشو خودشو خانوادهشو برای ایران گذاشت. آقا جان مثل نماز نصر منتظری بیای آقا. آقا اومدیم باشه نماز بخونیم آقا. چقدر سوخ کردیم آقا جان. بیقراری در دل مردم موج میزد. پدر یه مملکت بود مگه میشه آروم باشه؟ خیلی دارم تنگم نمی‌زونم منتظر سلامت بودیم نیومدیم اینجا ودا کنیم آقا بیا. چشم انتظارم دلتنگشم دلتنگ صداشم. حالا لحظه وداع مردم ایران با آقای شهید ایران. ترجیح میدهم لحظاتی سکوت کنم تا حرف مردم را با آقای شهیدشان بشنویم. آقای مظلومم بمیرم برا. اگر بخوای یه پیام به زهرا کوچولو بگی چی میگی؟ خیلی دوست داشتم. ای کاش منم کنار تو بودم. ای کاش کنار تو بودم آقا. آقا ما رو حلال کن. ببخش ما رو ببخش دیر شناختمت. ببخش دیر اومدم دیدن رهبرم. آقای مظلوم آقای شهید جمعیت رو ببین. بیسار من آهسته کارام جانم میره کارام جانم میره وندم کنار خود داشتم. آقا چه کنیم با این دلهای بیقرار؟ چه کنیم؟ بادم ستارم میره
فدای ایران کرد جونمون رو فداش میکنیم. India. What's your idea about Ayatollah Khamenei? He's our father. آقا جان سر از دست دادیم سرور از دست دادیم. امروز مردم عهد بستن با آقای شهیدشان. یه قول بدید با آقا. تا آخر جون پاش میمونیم، زیر پای ذلت نریم آقا، قول بدیم. و فریاد مردم است این جملات. این مسیر، این بیرق با شهادت تمام نمی شود. شهادت مسیر حسین است. یا حسین! یا حسین! بعد از 120 و چند شب فراق و دوری رهبر شهید و عزیزمون، این 2 روز ودا هرچند کافی نیست، اما فرصتیه برای اینکه ما عهدمون رو با ولی فقیهمون تازه کنیم. خانم دیدار آرومتون کرد؟ خدا رو شکر. فکر میکنم بسیار عالیه. شما بیرون هم که ببینید همه مردم به راحتی رفت آمد میکنن و میان داخل. خیلی خوب بود چون واقعا تشییع نمیشد یه دفعه دل کند. این وداع دل کندن رو راحت‌تر میکنه. همه چی مهیا بوده، همه چی عالی بوده به نظر من. تقدیر و تشکر میکنم از مسئولین. عشق به رهبر باشه شرایط برامون سخت نیستش. ساعتها گذشت و عصر از راه رسید و مردم همچنان در حال آمدنند که آخرین دیدار را در خاطرشان ثبت کنند. سیل خروشان مردمی که عاشق رهبرشان هستند، رهبر شهید ایران. شهادتت مبارک آقا جان سر از دست داد. میشه گفت زندگی ما ایرانیا به قبل از 9 اسفند و بعد از 9 اسفند تقسیم شد. تنها آمده بود تا نزدیک مصلا و میگفت پای رفتن به داخل را ندارد. نشستم همطوری فکر میکنم برم. دل خداحافظی با آقای شهید ایران را. خدا به همون نظر کرد و بعد از سید علی به همون سید مجتبی رو داد. خودش یه نور توی قلبمون روشن کرد. از سپیده‌دم 13 تیر ماه حتی حال و هوای مسیرهای منتهی به مصلای تهران هم شبیه به روزهای پیش نه. اینجا یکی از بلوارهای منتهی به مصلای تهرانه که آدم‌های حاضر در این بلوار و خیابون‌های اطراف هر کدوم یک قصه دارن. شبیه به قصه این مرد حافظ امنیت که از جنوبی ترین نقطه ایران آمده بود. من که وطنم اینجاست، پدرم اینجاست، داره امروز تشییع جنازه میشه، چرا در تشییع جنازه پدرم نباید شرکت کنم؟ یا این پدر اهل نیشابور که دقایقی مهمان سایه درخت شده بود. امروز خداحافظیه ولی خوش به حال آقا بهش فیض شهادتش رسید دیگه. امیر تازه از تلماس رسیده بود. با کی اومدی؟ با پدر بزرگم، مادر بزرگم. و آرمان و امیر حسام برادرانه خودشون رو به اینجا رسونده بودن. از ساعت 7 فیناس اومدیم اینجا به عشق رهبر. فقط همین یک نقطه شده بود یک ایران کوچک. من از لرستان اومدم برای خونخواهی رهبر اومدم. از آمل، مازندران. از خوزستان شهر مصر سلیمان. از بابل. از استان گیلان، شهرستان لنگرود. مشکین شهر استان اردبیل اومدم. از شاهرود. از لرستان. از خوزستان. میگفت سالها بود فرصت و امکان سفر به تهران رو پیدا نکرده بود. خود ایشون رفتن ولی جا پاشون مونده، ثمرشون مونده. چرا ثمرش آسد مجتبی، ثمرشون موشکایی که به آمریکا زدیم، موشکایی که به اسرائیل زدیم، همین جوونا، همین مردم ثمره آقا هستن. خستگی راه تو تنتون؟ نه خستگی نداره. آقا 60 سال زحمت کشیدی، ما هم یه روز 2 روز وقت آقا کنیم، چه اشکال داره؟ چشم باز کردیم آقا رو دیدیم، مثل پدر خانواده است. آخرین وداعشان اگر نبود شاید پایتخت را با خاطره بهتری ترک می‌کردند. آخرین وداع و آقا از تهران میرن، چقدر دلتنگتون میکنه. خیلی برامون تنگ میشه. ما قرار بود خودمون فداش بشیم، الان او فدای ما شد. خیلی برام چطوری بگم سخته، خیلی سخته. دلشو نداشتید برید داخل؟ واقعا در همه عرصه‌ها کشور ما رو
با قوت ارتقا دادن. بغضی که تو این چند مدت خالی نکرده بودم اینجا خالی کردم. چقدر دلتنگتون میکنه که دیگه آقا تهران نخواهند موند؟ عزت و افتخار داد آقا بهمون. 37 سال سکان مملکت تو دستش شد، با کلی دشمن داخلی و خارجی وایساد مقابله کرد. تهرانی ها هم شب پیش از این را با بیتابی و انتظار به صبح رسانده بودند. از دیشب بیدارم وسایل گذاشتم، بچه ها رو بیدار کردم بلند شید زودتر بریم. خیلی وقت منتظرم چه فرصت نتونستیم درست عزاداری کنیم، نشد، نمیتونستیم بیشتر صبر کنیم. دلمون بیقراره، مگه میتونیم صبر کنیم؟ دیروز من میگم چرا شنبه نمیشه، چرا زودتر نمیریم آقا ببینیم، ما لحظه شماره میکنیم آقا رو از نزدیک ببینیم. امروز این مردم ولایت مدار نه فقط برای ودا که برای بیعتی دوباره آمدند با راه امام شهید سید علی خامنه ای، مردمی که راه را خوب بلدند. این نیستش که دیگه تموم شده باشه، ما دوباره این راهو باید ادامه بدیم. مردم راه بلدی که تا اینجا خودشون رو رسوندن، حالا به نظر میرسه برای ادامه این مسیر هم نقشه روشنی دارن. به جد داریم آماده میکنیم بچه هامونو که برای آینده کشورمون تلاش کنن. رهبر شهید میراثی گذاشتن که هیچ وقت به فرد و شخص متکی نبودن. معلمی که به ما یاد داد از طوفان نترسید. ایران رو به جای رسوندن که تمام دنیا الان چشمشون به ایرانه. Bunu senden öğrenmişik ki باید برخاست. صد واحد است. ای کاش بود، ای کاش ما پیش برگشت میشدیم. خیلی دلم برش تنگ شد. خیلی دلم تنگ برات تو گوش من مونده. ادای احترام به بزرگ مردی که نامش با عزت و مقاومت گره خورده. از شیراز. من مال استان مرکزی است. آذربایجان غربی. بندرعباس. لرستان، بروجرد. خوزستان، شهر شوش. شما میرین تو مراسم برای ودا با امام خامنه‌ای. دینی که رهبر شهید داریم باید ادا کنیم. این سفر تنها پیمودن یک مسیر نیست. ما باید اعلام کنیم به جهانیان که این جانان ما ایرانیان بود و راهش ادامه دارد و باید برخاست. حالا یک ایران، دستها را به هم گره زده اند تا حماسه دیگر در تاریخ این سرزمین ثبت شود. دیار عاشقان رو به خدا میرویم. موکب‌های در مسیر فقط ایستگاه‌های پذیرایی نیستند، تکه‌هایی از عشق و ارادت برای خدمت به زائران قائد شهید امتند. وظیفمون آقا، ما یه نون و نمک آقا رو خوردیم. بدرقه امام شهیدمون حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتیم بیایم نزدیک اتوبان موکبا رو سرپا کنیم. بین راهی میان خستن، بالاخره میتونن اینجا استراحت کنن. روایت وفاداری نسلی است که باور دارد راه امام و رهبر شهید همیشه زنده است. محمد علی سهیلپور. Revenge از خون آقای شهید نخواهند گذشت. فقط خونخواهی رهبرمون. این را فقط الجزیره منتشر نکرده. رسانه‌های زیادی از بیون و تایمز هند گرفته تا فرانس 24 و تایمز رژیم صهیونیستی و شبکه‌های تلویزیونی این رژیم تصاویری را از پارچه نوشته‌ها و شعارهای مردم عزادار ایران منتشر کردند که خواهان انتقام از قاتلان آقای شهید ایران به ویژه ترامپ هستند. نمیدونم صدای مئات مردمی یک حس و حال خاصی دارند، یک حس دلتنگی، یک حس فراق برای رهبر شهید انقلاب.
هیچکی مثل آقا نبود تو ایران. همه ی دنیا دوستش دارن ها. من وقتی میرفتم کربلا عکس رو صفحه‌شون آقا بود. وای من اینقدر دلم براش تنگ شده. خدا जनाजे तो दुनिया में हर रोज़ उठते हैं, लेकिन कुछ जनाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंधों पर नहीं पूरी कौम के दिलों पर उठाए जाते हैं। तस्वीरें बदल जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आज का यह मंजर तारीख के सफ़ों में हमेशा जिंदा रहेगा। ये वीडियो ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये मंजर शायद आपकी यादों से कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर ये मंजर आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, दूसरों तक पहुंचाइए और इसको शेयर कीजिए। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज़ 110। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।